خب امروز 5 آذر ماست. اومده آواز بدیم، اومدیم بریم به خونه، بریم شاهینشهر، ولی هر چه رفت و برگشت یادتون نره. اینجا میای اول دیرز رستوران بلوط، اول کباب بعد پیازش یادتون نره. همه چی تازه، کشتار مال روزه. صبح زود بلند شدن کشتن آوردن، چه کوبیده، چه کباب کنجه، چه دلجگر، خیالتون راحت. اتوماتیک. اینم خورزا، یعنی فامیل مادری میشه. وقتی میگیم خورزا یعنی فامیل مادری. 24 ساعت اینجا بازه. نه اینکه رد بشین و رستوران بلوط همه چی داره. هر وقت هم اومدین خواستیم برای خونه اجاره کردن ایام عید انشالله هم در خدمتم. همشون در خدمت شما مهمانان عزیز هستن. بله. جاتون خالی. فعلا فرصت نیست بریم اینا رو بزنیم تو رنگ جون بگیریم. تصویر اینجا هم دقیقاً میشه پشت این کوه. این دراز حال کن.